فرق بین جهاد دفع و جهاد طلب چی است؟ در جهاد طلب رهبریت هست، پلان هست، نقشه هست، مجموعه مسلمان ها گروپ ها جور میشن، اینا جهاد چی میکنن؟ طلب میکنن و میرن حرکت میکنن. اما فی حالت الجهاد الذي لا يكون فيه ذات، در جهادی که او جهاد چی هستن؟ جهاد فقط جهاد دفاع است، مثل اخواننا فی فلسطین، فیجب علیهم ان یدافعوا قدر استطاعتهم، بازی هر کس به اندازه قدر استطاعتش، ولو ان انسانا قاتلهم لوحده فان عمله جائز. این عالم میگه که اگر کتابش اصول العقیده، مؤلف عبدالرحیم ابن سمایل العلیانی السلمی، این میگه در فلسطین اگر یک نفر مثلا تعداد زیاد نبود، اگر یک نفر خودش را میخیزه و جهاد میکنه